باش. یعنی که نه این نیست. نمیدونم باز زندگیم دارم میشم غلط داری فول تایم کار میکنی، داری فول تایم درس میخونی، داری سعی میکنی دوستاتو منظر کافی ببینی. سلام علیکم، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. فکر کنم وقتی دارین این ویدیو رو میبینیم ما تو سال 1403 باشیم، پس عیدتون خیلی مبارک باشه. امیدوارم امسالو بهتر کنید، از اون سالی بشه که هر سال در موردش صحبت میکنید و هر روز یه تیک به تیکاتون اضافه کنین دیگه. امروز منم اومدم در مورد 1402 باتون صحبت کنم، بگم کلا چه سالی پشت سر گذاشتم، چه جوری گذشته، چه چیزایی یاد گرفتم و یکم بشینیم با هم حرف بزنیم دیگه. خیلی وقت بود دلم می‌خواست بشینم باهاتون کلی صحبت کنم ولی نمیشه دیگه و تو ولاگام حرف میزدم ولی نه اونجوری که دلم میخواست. گفتم بشینیم و یک سالو با هم دیگه کامل دوره کنیم. اول 2 تا کلیپس بزنم که این موها از توی دست و پام بره کنار، شاید بتونم تمرکز کنم رو سال جدید. اوکی، فکر کنم الان بهتر شد. 1402. اول بذارید یه مرور کامل کنم که امسال واسه من چجوری گذشت، یعنی در واقع پارسال، چون شما قراره یه سال بعد این ویدیو رو ببینید. اوکی، سال نو مثل همیشه من با خانوادم سال نو رو جشن گرفتم و خیلی خوشحالم که پیش خانوادم بودم. مثل تمام سالهای دیگه الان ارزشش رو خیلی بیشتر میدونم، چون امسال نمیتونم پیش خانوادم باشم، باید سر کار باشم و اینا، ولی به هر حال پارسال خیلی خوب بود. طبق معمول سال تحویل شد. اولین بغلای 1402 هم واسه مامان و بابا و داداشم بود و ورود کردیم به سال جدید سیسیا که 1 ماه 2 ماه بعدش هلیا اومد اینجا. 2 هفته تو آلمان بود که جزو قشنگترین هفته های امسال بود. خیلی خوش گذشت. اون موقع هنوز تق و لق بود زندگیم، هنوز مستقل شدنه کامل نبود. با داداشم زندگی میکردم، مامانم اینا تازه اسباب کشی کرده بودن و اینا و اون وسط ها خیلی اومد که چقدرم خوش اومد، چقدر خوش گذشت. یه دونه پارتی رفتیم از ساعت 11 تا ساعت 4 یه بند ما داشتیم میرقصیدیم با کفشای پاشنه بلند. من نمیخواستم پاشنه بلند بپوشم، خیلی منو مجبور کرد من پاشنه بلند رو پوشیدم و دیگه یکی اون یکی رو اون وسط جمع کنه. این یه هفته آخرش رو هستی به ما پیوست. آشپزی میکردیم، میزدیم، میرقصیدیم، میرفتیم بیرون، صحبت میکردیم. خیلی 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 خوش گذشت و 2-3 ماه بعدش تابستون شروع شد. تابستون که شروع شد اولین مسافرت من با نگار بود که با هم دیگه رفتیم فرانسه که چقدر وایب و مسافرت رو من دوست داشتم، چقدر حال داد، به خاطر اینکه ما تو جنگل بودیم، تو کمپینگ بودیم و این 3 روز اینترنت نداشتیم و من این 3 روز تونستم بدون اینترنت فقط کتاب بخونم، ولاگ بگیرم و از اون سکوت و آرامش جنگل استفاده کنم. چیزی بود که خیلی خیلی بهش نیاز داشتم و خیلی قشنگ تابستون من شروع شد. و توی مسیر فرانسه که بودیم یا اینجوری یه زنگوله تو گوشم به صدا در اومد که یگی داری بزرگ میشی، این اولین مسافرت خارج از کشور تنهاییته. قبل از اون توی آلمان زیاد رفته بودم مسافرت، کلن و برلین و کمپینگ های مختلف و بچه ها، ولی این اولین باری بود که داشتم بدون خانواده‌ام میرفتم یه کشور دیگه و خیلی حس جدید و عجیبی بود واسه من. بعد از اون رفتیم هیجان انگیزترین مسافرت من که با هستی رفتیم سوئیس که خیلی بال بود. هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم با دوچرخه به یک کشور دیگه سفر کنم. اون چند روزم بهترین روزا بود. کلی خندیدیم، کلی تجربه جدید بود. برای اولین بار پنچرگیری کردم. این همه مدت طولانی دوچرخه سواری کردم. رفتیم یک کشور دیگه، یه لهجه دیگر رو دیدم و همه چیزش جدید. وسط دریاچه با لباس شنا کردم. همش ولاگاشو دیدین دیگه و فکر کنم خودتون بدونین که چقدر اون مسافرت به من خوش گذشت. و اومدم خونه، چمدون رو باز کردم، بعد سری بستمش چون من میرفتم برلین. رفتیم برلین با مبین و امین و هلیا 2-3 روز برلین بودیم که اونم بابا واقعا خوش گذشت، واقعا راضیم. یه شبش هم که نشستیم مست کردیم و تا صبح تو برلین داشتیم راه میرفتیم، حرف میزدیم، میرقصیدیم.
طلوع برلین رو که دیدیم، بعدش رفتیم گرفتیم خونمون خوابیدیم، اونم باحال بود. انقدر خوب بود برلین که روزی که من و هلی داشتیم پرواز میکردیم به سمت یونان، اصلا دلمون نمیخواست برگردیم و اینجوری بودیم که برلین خیلی حال داد، کاش یه چند روز دیگه میتونستیم برلین بمونیم. سپس یکیتون وارد یونان شد. یونان که دیگه ترکوندیم دیگه، عشق و حال این ور اون ور، با آوا و دورسا آشنا شدیم، 6 بار میرفتیم مس کردیم، چه میدونم یونانو گشتیم و کلی خوش گذشت بهمون. و یه 10 روزی فکر کنم توی یونان بودیم که نزدیک تولد یگی بود و یگی تصمیم گرفت برای خداحافظی با 19 سالگی و ورود به جوونی و 20 سالگی توی جزیره جشن بگیره و من و هلی با هم دیگه راهی جزیره شدیم. با هم دیگه رفتیم جزیره، 2-3 روز جزیره بودیم که اونجا من وارد 20 سالگی می شدم و دوباره اون زنگوله به صدا در اومد که یگی تو داری بزرگ میشی، این اولین تولدته که بدون خانوادت داری جشنش میگیری. و اصلا باورم نمیشه، هر چند دقیقه یه بار اینجوری بودم که من الان توی جزیره‌ام با بست فرندم و دارم تولد 20 سالگیمو جشن میگیرم. من 20 سالم شده، اصلا این که 20 سالم شده بود که به اندازه کافی واسم غریب بود این عدد. این که بدون خانواده‌ام من بودم باز واسم غریب‌تر بود و اونجا هی این زنگه بیشتر به صدا در میومد که یگی تو واقعا داری بزرگ میشی، یا یگی اینا بزرگ شدنه، میدونی چی میگم. بعدش برگشتم آلمان و 2 هفته علنا بی خانومان بودم تا خونم اوکی شه و برم سر کار. اولین سر کار رفتنم من تو 1402 تجربه کردم و خیلی عجیب بود. من تا حالا سر کار نرفته بودم، تا حالا رئیس نداشتم، تا حالا پول خودم رو نداشتم که یه ماه بعدش حقوقم رو ریختن و من با اولین حقوقم اولین چیزی که خریدم یه دونه پلیور کرمی واسه بابام بود که چند ماه بعدش که من و مامان و بابام رفتیم توی آمستردام، بابام اون پلیور رو پوشیده بود و من نمیتونم بهتون بگم که چقدر اون حس نابی بود. بابامو تو اون پلیور میدیدم و اصلا قند تو دلم آب میشد واقعا. سفر آمستردامم به خودی خودش خیلی شیرین بود، خیلی خوش گذشت، خیلی تجربه‌های متفاوتی داشت و تقریبا ما بعد از اینکه از ایران بیرون اومدیم نشده بود من و مامان و بابام با هم دیگه بریم مسافر. میشد مثلا بابام بره ایران برگرد یا من و مامانم برم یا من و بابام، میدونی، ولی واقعا 3 نفره نرفته بودیم، خیلی وقت بود نرفته بودیم مسافر و آمستردام اولین مسافرت خانوادگی ما بود. وقتی آمستردام تموم شد داشتم پلن‌های مسافرت ایران رو میریختم که کجا برم، چی کارو کنم، هماهنگی رو میکردم، تیکت رو میگرفتم، چه لباسی اونجا بپوشم، کیا رو ببینم و اینا. و چقدر اون تایم پاییز تا زمستون دیر گذشت، واقعا دیر گذشت، واقعا سخت گذشت. من اصلا تو یوتیوب اونقدر فعالیت نداشتم چون اصلا فکرم یه جای دیگه بود، بعد نمیگذشت تایم. اصلا نمیدونم واسهتون چجور تو، خیلی شیرین بود و به خودی خودش، چون همینجور داشتم روز شماری میکردم هی نزدیک به ایران رفتن که میشه باورم نمیشه. با خودم گفتم ببین 11 روز دیگه همین موقع تو ایرانی. و بالاخره هواپیما نشست و من 20 روز داشتم آرزومو زندگی میکردم. همه دور اطرافیان من میدونم من چقدر ایرانو دوست دارم، چقدر دوست داشتم برم ایران دوباره. من کاش من روش کنم دوستای مجازیمو ببینم، خانواده رو ببینم، خرید کنم، خواهرم رو ببینم و زندگی کنم. کل اون 20 روز به اندازه چشم هم زدن گذشت و خیلی سریع گذشت، خیلی خوش گذشت و تا روز آخر باورم نمیشه من توی ایرانم و دارم اونجا عزیزامو میبینم و توی خیابونه شیراز قدم میزنم. خیلی خیلی حس قشنگی بود. و بعد از ایران انگار دلم یکم آروم شد، بالاخره رو روتین افتادم و این 3 ماه آخر رو روتین ترین زندگیمو داشتم که ورزش توش بود، درس خوندن توش بود، کار توش بود، ولاگا به موقع آپلود میشد، سر کار میرفتم و همه چی خیلی خوب و رو ناز بود و واقعا به خودم افتخار میکردم که هر شب دارم تیکای کارام، نه که هر روز رو پلن باشم هر روز همین تیک کار بزنم، نه، خیلی روزا میشد که مثلا 1-2-3 تا تیک نمیخورد چیزا، یه روزی میشد که اصلا نشستم. ولی در کل جمعاً این 3 ماه آخر سال 3 ماه رو روتین و رو برنامه بود و من تونستم پس خیلی از کاری که میخواستم انجامشون بدم بر بیام و الان رسیدیم اینجا که الان هستیم.
خیلی سال طولانی بود، خیلی خیلی سال قشنگی بود. مطمئنم از اون سالاست که هر سال قرار در موردش صحبت کنم. پر از تجربه‌های جدید بود، تجربه‌های خوب، تجربه‌های بد. خیلی از آدمایی که فکر می‌کردم اینا تا ابد قراره تو زندگی من باشم و امسال یا از دستشون دادم یا رابطم باشون کمرنگ‌تر شد و هیچ اشکالی نداره. نمیگم سرشون ناراحت نشدم، شدم، قصه‌شو خوردم، شاید گریه‌شو کردم، ولی میدونستم که اینا یه مسیر از زندگیه. ولی سعی دارم به جای اینکه قصه اینو بخورم چرا اون آدم رفت، بشینم به این فکر کنم که قبل از رفتنش چه درسی به من داد و بعدش رفت. و برعکس اونم دقیقا اتفاق افتاد. یه سری آدما که اصلا باشون صمیمی نبودم خیلی صمیمی‌تر شدم، خیلی به هم دیگه نزدیک‌تر شدیم، بهتر تونستم بشناسمشون و اینجوری بودم که اوه تو هم بد بلایی هستی لعنتیا. تفاوتی احساس میکنی؟ دختر راستی امسال واقعا تو میکاپ پیشرفت کردم. هر سال فکر کنم همین الان داشتم تعریف پیشرفتم تو میکاپ رو میدادم. آرایش یکی جون تموم شد و با آرایش‌های قبلیش هیچ فرقی نداره. تنها تفاوتی که آرایشم با هم داره یه بار خط چشم میکشم یه بار خط چشم نمیکشم، همین. خب بچه‌ها یه بهتون یاد بدم چیا یاد گرفتم امسال. یاد گرفتم که با هر کسی دوست نشم، با هر کسی رفاقت نکنم و قبل از دوستی و رفاقت و وابستگی و صمیمیت دقت کنم که اون آدم چه شخصیتی داره، چه جور آدمیه، لایف استایلش چجوریه و بعد بشینم فکر کنم و انتخاب کنم که آیا این آدم جایی تو زندگی من داره یا نه. چون قطعاً اگر بیاد توی زندگیم خواه ناخواه رو من قراره تاثیر بذاره. ولی یک سال پیش اصلا اینجوری نبود. اینجوری بودم که من یه آدم اجتماعی ام، من با همه میتونم دوست باشم، من با همه صمیمی میتونم باشم. آره آفرین، میتونی صمیمی باشی ولی نکن. این افتخار نیست که با همه صمیمی باشی، این اصلا چیز قشنگی نیست. درس بعدی که یاد گرفتم اینه که هیچ کس خانواده آدم نمیشه. تو هر چقدر با دوستات خوش بگذره بهت، هر چقدر وقت بگذرونی، هر چقدر عشق و توجه دریافت کنی توی رابطه و دوستی، اون عشق و اهمیت و توجهی که خانواده به تو میدن به نظر من خیلی خالصانه تره، خیلی قشنگ تره و خیلی متفاوت تره. درس بعدی که یاد گرفتم اینه که هیچ وقت به خودم نگم بذار فلان کارو کنم، بعدش میرم خوش میگذرونم و سفر میکنم و استراحت میکنم. هیچ وقت اون تایم نمیاد. تو همیشه دغدغه و بدبختی داری. تو باید یاد بگیری که وسط این بدبختی‌ها تایم واسه خودت بذاری، خوش بگذرونی، سفرتو بری، بخندی و چون این عمرته که داره میگذره، چون همین لحظه است که با ارزشه. هیچ وقت اون فردایی که منتظرشی ممکنه نیاد. درس بعدی که یاد گرفتم اینه که پول به آدم اعتماد به نفس میده و خیلی چیز مهمیه، ولی مهمترین چیز نیست. تو باید حتما پول داشته باشی که بتونی روزتو شب کنی، که بتونی به زندگیت ادامه بدی، که نیازهاتو برطرف کنی، ولی از پول هم چیزای مهمتری هست. تو باید به نظر من بیشتر از این که روی این تمرکز کنی که چجوری پول در بیاری، روی این تمرکز کنی که با اون پولی که داری چجوری زندگی کنی، چجوری پس اندازش کنی، چجوری ازش لذت ببری. چون خیلی هستن که درآمد بالایی دارن، پول خیلی زیادی دارن، ولی اصلا لیاقت اون پولو ندارن، اصلا بلد نیستن وای زندگی کنن. و خیلی هستن که یه زندگی عادی دارن ولی زندگی دارن. میدونین چی میگم؟ درس بعدی که یاد گرفتم اینه که تنها بودن هیچ ربطی به تعداد آدمای دور و برت نداره. من فکر کنم پارسال بود که با تعداد آدمای خیلی زیادی دوست بودم، با خیلی‌ها رفیق بودم، با خیلی‌ها بیرون میرفتم و وقتم و زمانم رو با کلی آدمای مختلف سپری میکردم در سر تا سر دنیا، از فرانکفورت و برلین بگیر تا خیلی‌ها کلا. ولی خیلی خیلی احساس تنهایی میکردم و قشنگ معلوم بود اون دوستی که با اون آدم دارم اون کیفیتی که باید داشته باشه تو نداره. نمیگم اون آدم بد بود یا خوب بود، نه، فقط مناسب من نبود. اون چیزی که من توی دوستی و رفاقت دنبالش بودم و توی اون آدم نمیدیدم. کسی که الان باشون در ارتباطم تعدادشون خیلی انگشت شماره ولی با کیفیت و با ارزشن واسه من. درس بعدی که یاد گرفتم از کتاب، اسمی کتاب چی بود خدایا؟ یک کل منسجم فکر کنم بود که داشت در مورد برابری در روابط صحبت می‌کرد. فکر کنم در مورد این زیاد صحبت کردم چون از وقتی که فهمیدمش خیلی بهش فکر می‌کنم و سعی می‌کنم بهش پایبند باشم. اونم برابری تو روابطه
و اهمیت دادن. واقعا آدم باید به آدمای اطرافش اهمیت بده. اوکی من آدم قوی هستم، وقتی دوستان میرن یه روز دو روز ناراحتم، سریع میتونم خودم رو جمع کنم و برگردم به روتین، ولی تو اون آدم رو از دست دادی. اگر اون آدم واسه مهمه به نظرم باید واسه بودنش تلاش کنی. درس بعدی اینه که از ناراحتی هام بگم. من وقتی از یکی ناراحت میشدم بهش نمیگفتم، یا یه مشکل تو زندگیم پیش اومد سعی میکردم در موردش صحبت نکنم، ولی به نظر من ناراحتی و غم یه حسیه که تو باید بروزش بدی. مثل شادی، تو وقتی شاد باشی اون شادی رو تو خودت خفه کنی کپک میزنه، گند میزنه تو دلت. ناراحتی هم همینطوریه، ولی وقتی تو بیانش کنی و به دوست توضیح بدی که به این دلیل ناراحت شدی، یا به خانواده توضیح بدی، میاد تو میره و رهاش میکنی اون لحظه. ولی اگر بذاریش تو دلت بمونه میگنده، میپوسه و عفونت میکنه. یه چیز دیگه هم که یاد گرفتم اینه که حد و مرزامو تعیین کنم با همه آدم، از معلم و همکارم گرفته تا خانوادم. همه باید بدونن که من حد و مرزایی دارم و تا یه حد میتونن به من نزدیک بشن. حالا خانواده قطعا خیلی بیشتر میتونه نزدیکم بشه تا همکارم سر کار، ولی اینکه حد و مرز معینی واسه خودت داشته باشی نشون میده که چقدر واسه خودت ارزش قائلی و اونا هم یاد میگیرن که تو با ارزشی و باید به تو احترام بذارن و طبق اون حد و مرزای تو به تو نزدیک بشن. اگر قراره به حد و مرزات احترامی نذارن پس بذار برن. اون موقع تو از دستشون ندادی، اونان که تو رو از دست دادن. درس بعدی که یاد گرفتم خیلی طول کشید تا یادش بگیرم، ولی خوشحالم که بالاخره فهمیدمش. اونم اینه که یه سری آدما تو زندگیم بودن که چون از نظر فیزیکی کنارم بودن احساس میکردم خیلی پوان مثبتی دارم و اینجوری بودم که این آدم واقعیه و اون کسی که من توی گوشیم توی لپتاپم دارمش و از راه دور باش در ارتباطم اون مجازیه و این مجازی بودنش خودش یه باگ بزرگه. ولی فهمیدم که بعضی از حسایی که تو توی مجازی دریافت میکنی با دوستای مجازی از راه دور خیلی واقعی‌تر و خالصانه تر از آدمایی که بغل دستتن و فیزیکی داریشون کنار خودت. همین احساس میکنم خیلی شبیه این کسایی که انگیزه دارن میدن صحبت میکنم، ولی واقعا اینا چیزایی بود که یادشون گرفتم، زندگیشون کردم امسال و واسم با ارزشن. آخرین چیزی هم که یاد گرفتم اینه که تو نویسنده زندگی خودت هستی. اگر میخوای داستان هیجان انگیزی داشته باشی باید ریسک کنی و وقتی ریسک کنی یا میبری یا ازش درس میگیری. تموم شد و رفت. زندگی همینه بچه‌ها، تا تهش همینه، تا تهش دویدنه، تا تهش کار کردن، پول در آوردن و بهتر شدنه. ولی وقتی وسطش ریسک کنی خیلی هیجان انگیزتر میشه، داستانت باحال‌تر میشه، حرفای بیشتری واسه گفتن داریم. خیلی حرف زدم ولی خیلی دلم میخواست این حرفا رو بهتون بزنم. مثلا آخرش سبک شدم. بذار یه دقیقه آب بخورم. در کل از 1401 خیلی 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 ممنونم که انقدر خفن بود، که انقدر با من راه اومد، که انقدر خوش گذشت. امیدوارم 1402 هم به همین خفنی پیش بره. در مورد هدفهای 1402 نمیتونم باهاتون صحبت کنم، ترجیح میدم اتفاق بیفتم بعدم بیام بهتون بگم و اصلا مثلا آخر سال 1402 یه ویدیو 1 ساعته بذارم بشینم در مورد کاری که کردیم و چه خوشگذرونیایی بوده و چه روزای خوب و بدی داشتیم حرف بزنیم. فعلا سکوت میکنیم، دهنمون رو میبندیم، ولی هدف اینه که کلا زندگی کنیم، خوشحال باشیم، قدر خودمون رو بدونیم و عادتهای کوچولو و مفید به زندگیمون بیشتر اضافه کنیم. مثلا آقا یه چیزایی که من امسال اضافه کردم، یکیش اینه که هر روز صبح تختم مرتب میکنم، آب بیشتری میخورم و سریال تنهایی دیدن رو امسال شروع کردم. همین دیگه. امیدوارم خیلی حال بده 1402، خیلی خفن باشه و تمام. پاشیم بریم که هم یکم قدم بزنیم. راستی قدم زدنم جزو عادتهای کوچولی بود که امسال اضافه کردم و امسال خیلی راه رفتم واقعا. بعدش هم این که خرید کنیم. تو یخچال هیچی نداریم، اگر میخوایم شب گشنه نمونیم واقعا الان باید بزنیم از خونه بیرون. و در آخرم یه دونه هدیه واسه بابام بگیرم. اگر نمیدونید 1 فروردین قشنگ روز عید تولد بابامه و دوستم واسش هدیه بخرم دیگه. شاید یه لبخند اومد رو لبش و همین کافیه. همین، پاشیم بریم.